وسلم 3 وعده در عوض 3 چیز کرده، 3 قصر جنت در عوض 3 رفتار ما و شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء و ان کان محقا و ببیت فی وسط الجنه لمن ترک الكذب و ان کان ناصحا و ببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه رواه ابو داود به اسناد صحیح. دوستان عزیز، اصل موضوع ما و شما درباره ادب است، اخلاق نیک است که مسلمان باید چگونه اخلاق داشته باشد. صد افسوس مسلمان این روزه را و مسلمان عصر ابتدای اسلام مقایسه بگیرید، نامها درست بیایند اما رفتارها هیچ مانند نیست. رفتارها مانند نیست. اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اخلاق صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، اخلاق مجتهدین، اخلاق امام اعظم رحمت الله علیه در مابین ما و شما برادر عزیز کم مشاهده می‌شود. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش گفتند هر کسی اگر جنگ و جدال را ترک کند، اگر چند حق هست اما جنگ نمی کند، حق هست دشنام نمی کند، حق هست زورش میرسه پهلوانتر از مقابل شد اما به خاطر خدا جنگ نمی کند، نه به خاطر ضعف. 2 حالت از جنگ نکردن، یکی حالت ضعیفی، انسان ضعیف باشه از خودش زور بینه حتی ویجو هم جنگ نمیکنه، این هیچ ثواب نداره، برای که ای ترس خدا نیستی، ای ترس جام خود شد. همون وقت ما ثواب میگیریم که از مقابل بودگی منصور هستیم، دارا هستیم، قدرتمند هستیم، اما میگه به خاطر خدا ما مقصد همین که ادبی نکنیم، همین جنگ و جدال را نکنیم. اگر این گونه ما و شما رعایت کنیم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن من در طبقه های اول جنت یک قصد فردا برای تو هدیه میکنم. اختیار ندارد. قصر جنت محفوظ باشد، جنت در آمدن بخواهی. مرحمت برادر عزیز، این همه خودش مقصد میدان مسابقه. دوم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن کسی دروغ ترک کنه اگر چندی به شوخی باشه. دروغ برادران عزیز به شوخی هم دروغ به شوخی هم ما دروغ میگه. یک آدم جدی دروغ میگه، یک آدم شوخی کردی دروغ میگه، گناه حقش برابر نیست. ما دروغ میگیم، یک نفر بگه که دروغ گفتی، میگه شوخی کردم. دروغ شوخی نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگن من هم شوخی میکنم اما دروغ نمیگم. شوخی هم راست شوخی میکنم، سخنهای شوخی آمیز و خنده‌دار حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتگی هست، اما با سخن راست، دروغ وجود نداشت. صحابه ها شوخی میکردن اما دروغ قطعی نیست. ماها امروز برادر عزیز از گذشته ها ما چی فرق داریم؟ آنها مبادا یک فراموشانه دروغ میگفتن،
یکی فراموشانه از راه دروغ صادر میشه، ماها فراموشانه یکی راست صادر میشه. فرقیت دیگه ساده ما راستمان یکی اگر همون برای راست میگیم ایتاری راستگوی در مابین ما دیگر کم میافته. کار کنیم دروغ کنیم و دروغ زندگی ببریم. تاجران هم میگن داماد دروغ نگیم بارمون به سودا نمیرم. خدا خواهد یکان جمعه پیش از رمضان انشاءالله اگر نمرم زنده باشد وعده این پیغمبر الله رحم بده برای سخن گفتن امکانیت الله بده و اجازه بده برای تاجران هم نصیحت کرده انشاءالله میتونیم خدا خواهد. دیوم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اگر بخواهی در مابین جنت در سنتر جنت اگر قصر از خود کنی دروغ نگو، دروغ از خود دور کن، راستی را به خود پیشه کن. ولی خدا رو بید فرمان چه میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. پروردگار رو بید میگه ای مومن، ای کسانی که ایمان دارید از خدا متاسف، از پروردگارتان متاسف. ولی اینجا فهمیده میشه که مومن باشن اما از خدا نترسن. هست میگه الحمدلله مسلمانون اما ترس خدا دارو دیدن میشه. به خاطر خدا چی میگن؟ ای مومنا شما تنها و الحمدلله مسلمان دان کفایت نکنین بلکه از پروردگار خود متاسف و کونوا مع الصادقین و همیشه با همراه راستگوها باشید. همیشه با همراه راستگوها باشید. دروغگو را هیچ وقت رفیق نگیرید. امروز کسی ما دروغ زیاد بگه رفیق ما نباید. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن یک نشانه قیامت همین است که دروغگوها باور کرده میشوند، راستگوها مردم باور نمیکنند. کسی دروغ میگه اما را باور میکنه. امرا بیشتر برای شروع بودازد دروغ میگه چند تا مرد بکنه میگه اما راست میگه. او کسی که برای راست میگه که همون مرده که خوبه، اینطوری مرده که تو بگو اینطوری مرده نیست، مرد مقصد بسیار هست، همین گپا در راست بش تهمت هست، قبول نمیکنه. میگه از نفسی تو یکان شدگی یا مقصد یکان نزدیک و یکان رابطه ای داره. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن یکی از نشان قیامت همین است که کسی دروغ بگه مردم باورش میکنن، کسی راست بگه قبولش نداره. همینطوری زمانی بعد می آمده همینطوری دوران بسیار ناخوب در مابین ما و شما پیدا میشه است. حبیب خدا گفتن اگر دروغ نگفتی به طرف شوخی را باشن از دروغ پرهیز کردی، من فردای قیامت تو را قصر در مابین جنت هدیه میکنم. قصر در مابین جنت. صحوف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن و بیتی فی اعلی الجنه. برادر عزیز بهیش از همه جای خوبش بالاترین طبقه‌اش است. بهیش همش خوب است اما بهترین با بهترین مکانش مکان بالاترین نشست جنت الفردوس. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که شما هر جا از پروردگار بهیش خواستید بهشت فردوس را بخواهید. جنت الفردوس از پروردگار سوال بکنید. این فردوس جای پیغمبرها هست. همه پیغمبرها دارید هستن، همه شهدا دارید هستن، همه صالحین و همه صادقین در نبی جنت الفردوس جمع میشن. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن در همین بالاترین مکان جنت اگر قصر بخواهی از خود کنی یک شرط لازم، یک شرط لازم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن
این قصر بالاترین جنت، زیباترین قصر جنت برای کی داده می شود؟ من کدوم امت من از این نمود قصر را عطا کنم؟ همون امتی که اخلاق خود دارد، ادب خود دارد. مسلمانی که اخلاقش نکو نیست، زنور مصطفی چیزی نیست. اگر دریای این داشته باشد، چرا در مجلس ما آمون نیست؟ صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحتاشان میگفتند، ولی حضرت علی باشه الله عنه یا حضرت عمر از نصیحتش رضی الله عنه اجمعین، حضرت ها میگفتند اگر اذا فقدت المال، هر وقت اگر تو ای مومن مال و متاع و دارایی و ثروت از دست دادی، گم کردی، نابود شد، از دست رفت، کمبله شدی، هیچ وقت زیر نشد، چون که تو گویا هیچی را گم کردگی نیستی. در حیات مالداری مقصد چیزی مهم نیست، بایگری چیزی مهم نیست، باشه خوب اما گمش کردی زیر نشد، چیزی ضرور زندگی گم نشده. اگر صحتمندی تا گم کردی از دستانی. حضرت صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتند اگر تو سلامتی تا گم کردی، حس کن که بعضی چیز تا ای دوست داده، بعضی چیز تا ای دوست داده. اما اگر ادب تا ای دوست دادی، اخلاق نکو تا ای دوست دادی، آدمگری تا اگر ای دوست دادی، حضرت گفتن که تو حس کن که همه این چیز رو چاره تا ای دوست دادی، هیچ چیز دیگر در حیات نداری. ادب خیلی چیز خوب بوده برادر عزیز. ادب این کار برادر عزیز بوده. خردمندای اسلام در نصیحتاش میگفتن، یکی از علما میگه اذا کان فی الانسان 10 خصال 9 منها صالح و واحدة منها سوء خلق. علمای اسلام میگه اگه یک انسان 10 خصلت داره، 10 خصلت، 9 تای از همین خصلتاش خصلتای دیگر، 10 خصلت. 10 خصلت چی مثال؟ نمازخوان هست، روزگیر هست، مسجد رو هست، خب خیر صدقه کردگی هست، حاجی هست، عالم هست، علم دارد. خب این همینطوری مقصد 9 خصلت بسیار بسیار خوب دارد. اما یک خصلت بد که همون ادب ناخوبه. این عالم بزرگ میگن یک رفتار ناخوب دارن، یک خصلت ناخوب داره که همون ادبی شد. ادب نداره، نماز داره، روزه داره، حج داره، زکات میده، عالم هست، مسجد میره، تسبیحش هم در دستش ذکر میکنه، سبحه بر دست، توبه بر لب، سجده دل پر از ذوق گناه، معصیت را خنده می‌باید از استغفار. مسجد آماده صدای دشنام کردن، ای مسجد نیبروی میرود، ای در مسجد نبرو آمد دشنام، ادب و اخلاق و حرمت در اطرافش دور نمیزنه. از کجا برآمدش بگو، بگه ای مسجد، ای نماز. انکو برادر عزیز ما مقصد خوبایی که ای مسجد بیرون رو کار نداره. این همین خود منال مردم بیدی تو این نماز رو تنقید میکنیم، مسجد نمازی رو تنقید میکنیم، حال خود ما برای
نصیحت میکنی بهر آدمگری عزیزای خدا میگفتن گر تو خود آدم شوی عالم گلستان میشه. ما همین نمازخوان‌ها آدم شویم عالم گلستان میشه. برادر عزیز ما همین مسجدی‌ها فقط شویم، ما حاجی‌ها به ادب شویم، ما ملاها به ادب شویم، من صدقه خاک همون پای همون حاجی و همون ملایی که ادب دارن، همون نمازخوانی که ادب دارن و خدا قسم خود من ای خاک پای اون پسر میدارم، خاک پای اون خاک زدیم. یک جا سیدزاده ها فتشی شده ایشان ها فتید صحبت به زبان ما رسید، گفتم حضرت ها من شخصا به خدا قسم شما ایشان ها را عوام کنم های دیگه ندارم، انما عوام کنم از سبت خودم بالا میدانم، لیکن شما باید تقوا داشته باشید، ادب داشته باشید. خدا نبیره پیغمبر میگید، خدا سیدزاده میگید شما باید فرق داشته باشید. و همون مثال ما مسیحی باید فرق داشته باشید. علمای اسلام گفتن اگر انسان 10 خصلت دارد 9 تاش بسیار خصلت‌های خوب است، بسیار خصلت‌های خوب است، یک تاش ناخوب، انگار که ادب خوب نداره، رفتار خوب نداره. تا خدا رحمت کنه کلانترهای خودمان یک سخن خوب داشتن، همین پدر با بگذشته ما میگفتن عالم شدن نقصانه، عالم شدن نقصان، اما عالم شدن بسیار خوشینه، نمازخوان شدن آسان بوده، مسیر رفتن آسان بوده، علم از خود کردن آسان بوده، حج رفتن امروز از همه کاری آسان تره، از همه کاری آسان تر از حج رفتنه. کجا بکنی بری؟ اما برادر عزیز اینها صحیح اصلی انسان نداره. حضرت گفتن اگر در 10 خصلت 9 تاش خوبه 1 تاش ناخوب، ادب خوب نداره، به ادب همه این خوبی ها را داره، به ادب. این حضرت گفتن که همین یک خصلت ناخوبش، همین به ادبیش، همه این 9 خصلتش از بین میبره، همین 9 خصلت ایران از بین میبره، بکار میبره. همین 1 تانسه باشه در دلش یک سه پوسیدگی، یا مبحث رو همین 9 تانسه و همین 1 تانسه و همین 1 سه پوسیدگی ایبن میبره فاصله. همین اخلاق که بدم همین خیلی اخلاق بدن همین خیلی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پروردگار مهربان در قرآن و اخلاق تعریف کرده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله چی میگه؟ سوره قلم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. حبیب من تو بسیار اخلاق خود داری. پیغمبر میگه ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا مرا بسیار ادب خود داده، مرا پروردگار من ادب کرده و بسیار ادب و بسیار اخلاق خوب پروردگار من داده است. چقدر امروز ما مسلمان ها از فلانان مصرف کردن، فرزندان، پدر و مادرها، بچه ها و دخترها از ما مسلمان ها چقدر به ادبن، چقدر به ادب. افسوس مسلمان نیست بچهش در کوچه به ادبی کنه، افسوس مسلمان نیست دخترش در کوچه به حیا باشد، صد حیف نمازخوانی نیست ای بچه در کوچه مامانون کشت و کشتر داشته باشد. از مسجد آمدن ما چی گرفتیم؟ بسیار برادر عزیز این موضوع ضرور است که ما و
باید ادب خوب داشته باشه. زینت اصلی مسلمان ادبه. زینت اصلی مسلمان ادبه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتن لیس شیء اثقل علی میزان العبد یوم القیامه من حسن خلقه او کما قال نبی صلی الله علیه و سلم. حبیب خدا رو ببین چی میگه؟ میگه ای امت من، شماها بدانید که در روز قیامت از همه ثوابی و عظیم‌تر در ترازوی اعمال شما اخلاق نکوکان است. هیچ اعمال شما را ثوابش برابر به اخلاق نیست، برابر به ادب نیست. نماز، روزه، حج، زکات، علم و معرفت، اینا برادر عزیز ثوابش برابر به اخلاق نکونه بوده. ادب که نداشته باشی، اخلاق که نداشته باشی، فرزندت ادب و اخلاق نداشته باشن، تو نمازی تو و مسجد روی تو و تو چه فایده میکنه؟ این روزا برادر عزیز ما به همین زینت دنیا داده شدیم. و زینت دنیا داده شدیم. آیا اگر همین سوال کنم که بهترین هدیه پدر و مادر برای فرزند چیه؟ یعنی اگر همین باشنده ها از همین نمازخانه ها و مسجدی ها یا تو ممکن بگی که بهترین ماشین نبی مثلا ویتوسکای 2019 یا دیگر ممکن بگو بهترین خانه یا دیگر بهترین پول و ثروت و تلفن و اشیاءهای دنیوی، اما اینها برادر عزیز خوبی در حق فرزند نیست. هر کسی فرزندش ماشین میخره، خانهش هدیه میکنه، پول بسیارش میده، همه دنیا را در نزدش میریزه تنگه و طلا. اگر ادبش نکنه، تربیه نکنه و خدا قسم دشمن برای خودش تربیه کنه، دشمن برای خود کلام کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش میگن ما نحل والد علی ولده افضل من ادب الحسن. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن میدانید بهترین هدیه شما برای فرزنداتان چیه؟ بهترین تحفه شما برای فرزنداتان میدانید چیه؟ ماشین، تلفن‌های قیمت بهای امروز، پول و تنگه و طلا و نزد و ریختن، اینها نیست برادر عزیز. حبیب خدا گفتن هیچ هدیه پدر، هیچ هدیه مادر برای فرزند از ادب و اخلاق خوب هدیه خوبتر نیست. برادر عزیز و خدا قسم این فرزند خوب بسیار مال قیمته. فرزند نیک، فرزند با ادب بسیار چیز خوبه، اما این ما باید با ادب کنیم. یا دخترهایی که امروز در کوچه سر دادیم، دختر تاجیک از امریکایی امروز فرزند، چه در پوششش، چه در اخلاق رفتارش، چه در حیاش. ادب این تاجیکی گیجم شد، حیا این تاجیکی رو گیجم کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اگر شما خواهید در حق فرزندانتان خدمت کنید، اگر شما خواهید فرزندان هدیه خوب کنید، بهترین تحفه برای فرزند داشته باشید، حتما او را تربیت کنید، حتما او را ادب آموزید. سعدی خدا رحمت کنن میگفت در نصیحتاش که زنان باردار ای مرد هوشیار، اگر وقتی ولادت ماه زایم از آن بهی و نزد یک خردمند فرزندان ناهموار. برادر عزیز این بسیار گفت برادر
حضرت میگم ماها خیرتمندا از شخصیت میگم ما مرد خیرتمندا در بهتر از فرزند بی‌ادب آرزومان همینه که همون مادرای در تولدخانه ها میزاین تولد میکنن فرزند ماها آرزومان همینه که همون مادر ای فرزند بی‌ادب تولد کردن ما تولد کنه بهتر اولیاء خدا را ببینید دعا میکرد یعنی دعای حضرت علی ای کاش زن فرزند جامعه ما در هنگام ظالمان کردن مار بزاین اما فرزند بی حیا و بی ادب نزاین آرزو و دعاهاشان بزرگ برای که یک بی ادب جامعه و همه را بی ادب میکنه حبیب خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما یدخل الجنة حبیب خدا را میگه یک نفر پرسید ای حبیب خدا جنت مردم داخل میشوند مؤمنان داخل جنت میشوند اما هر کسی به هر خصلت به هر عمل اما بهترین از جنتی‌ها و تعداد زیادترین جنتی‌ها و کدام عمل داخل جنت میشوند چی چیز بسیاری ها را داخل جنت میکنند نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، زکات داریم، نیکی داریم، خوبی داریم، خیر احسانا داریم، ادب و اخلاق داریم کدام از اینها مقصد برای جنت رفتن بسیاری ها را میکشه داخل جنت میکنند حبیب خدا گفتند دو چیز تقوی الله و حسن خلق اگر شماها دو چیز داشته باشین شماها جنت بدید اکثریت اهل جنت هم همین خصلت داخل جنت شده حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن یکم ترس خدا دوم اخلاق نیک ادب خوب خدا رحمت کنه بزرگای دین میگفتن ادب بهتر از گنج قارون بود ببینیم مال که مدبرات نیست این پولداری، این مالداری، این ثروت، این قدرت اینها برادر عزیز آبروی انسان نیست آبروی ما و شما زینت ما و شما در دیگر چیز است ادب بهتر از گنج قارون بود فزونتر از مال فریدون بود قارون میلیونر زمان خودش گذشته کرد هیچ وای در روی زمین برابر به قارون نداد حضرت میگن اگر تو ادب داشته باشی در نزد خدا بایتر از قارون حسابی در نزد جامعه بهتر از قارون حسابی فزونتر از مال فریدون بود بزرگان نکردن پروای مال که اموال را روز حسب و زوال آنان سوی علم و ادب تاختن که نام نکو از ادب یافتن بزرگان همه نیکا همه صالحین همه تعریف اگر بکنیم به ادب نامشان در تعریف و نیکی مانده است اینکه آنها ادب داشتند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان گفتند انسانی که ادب دارد مؤمنی که ادب دارد ان المؤمن عایشه مادر ما روایت میکنند لا یدرک بحسن خلقه درجه الصائم القائم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتند مؤمن اگر ادب داشته باشد اخلاق داشته باشد اگر چند روزه نفلی ندارد نماز تهجد ندارد ولی برادر عزیز هر روز روزه گرفتن کار هر کس نیست و هر شب نماز تهجد خواندن کار هر کس نیست در ما بین ما و شما شاید یک تا یا دو تا بیاییم
نمیآوریم نفری که هم شب تهجد داشته باشد، نیست نفری که هر روز روزه داشته باشد. این خیلی همت بلند در کاره و اگر کسی چنین باشه برادرای عزیز، این مقصد ثوابش حد کنار ندارد. درجه در نزد خدا بسیار بلنده. اما حبیب خدا گفتن اگر شما ادب داشته باشین، پروردگار درجه همون کسی را که هر روز روزه میگیرد و هر شب تهجد میخواند، الله اجر همون را برای شما هدیه میکنه. درجه همون را خدا برای شما میده. شما همون درجه را میآورید و شرطی که شما چی داشته باشین؟ اخلاق ادب داشته باشین. تن آدمی شریف است و به جان آدمیت سعی می‌کند. خدا رحمتش کنه. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. نشان ما و شما خوشا نیست. زینت ما و شما صلوات نیست. این مسجد نیست، این نماز نیست، اینا دویم درجه هستند. زینت اصلی انسان ادب اخلاق است. تن آدمی شریف است و به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است، دهان و گوش بینی، چه میان نقش دیوار میان آدمیت. صدر بین چی زیبات نصیحت میکنند؟ میگه اگر به همین صورت زیبات، به همین چشم و گوش و دهان و همین زیبایی و همین پهلوانی و همین مال و ثروت، همین ماشین و همین خانه های طبقه و طبقه، اگر برای انسان بگن یک دیوار نقش میکشه میمونه گوش و چشم و دهان، ایره میگه آدم مترماده. اگر آدمی به چشم است، دهان و گوش رو بینی، چه میان نقش دیوار میان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مورخ باشد که همین سخن میگوید با زبان آدمیت. حضرت میگه آدمی حقانی باش، با ادب باش، وگرنه پاپوگای همین دفتر میگه توضیح هم همین سخن میزنه. هر روز در اینترنت یک مخلوق علمی بردارن الله گفته شده است، سبحان الله میگن، ذکر میکنن. همه نوع حیوانات در اینترنت گذارن همین سبحان الله الحمدلله ما و شما گفته شده است. همین سخن ما و شما میگن. وگرنه مورخ باشد که همین سخن بگوید با زبان آدمی. ما زینت من اخلاق است. خدای مهربان دعا کنیم جامعه ما و شما جامعه پر اخلاق کنیم. تا دعا کردن من خواهش میکنیم از همه نزدیک بشینیم، جوز بشینیم، کسای بیرون هستند داخل مسجد شدن. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا صورت زیبا ما دادیم، بسیار صورت خوب ما دادیم، شکل ما زیبا کردیم. خدای اخلاق ما نیک پروردگار به ادبی را از جامعه ما دور گردان. فرزندان ما را اخلاق نکوی ما نصیب و روزی گردان. پروردگار مهربان مادرها و خواهران حیا و عفت و پاکدامنی نصیب و روزی گردان. پروردگار قحطی و ناداره را از تمام روی زمین علی خصوص از دیار ما خدای دور گردان. پروردگار فیض و برکت را در این دیار بیشتر گردان. صلح و امنیت و تنجی را در این دیار همیشگی نصیب و روزی گردان. کسانی که در تنجی و امانی سهم دارند، سبب شدند برای تنجی و آبادی این دیار، از پیشوای ملت و رئیس شهر و رئیس ناحیه و همه مسئولین حکومت که شب و روز سعی و کوشش میکنند برای تنجی و امانی، برای آسودگی، برای آبادی این دیار این ملت. پروردگار دعا کنیم که سربلندی دنیا و آخرت برایشان نصیب و روزی گرداند. خداوند توفیق رفیقشان گرداند. خدای مهربان همتشان برای خدمت این ملت باز هم بالاتر گرداند. رحم شفقتشان برای ملت خدا بیشتر گرداند. خدای مهربان از سعادت دنیا، از برکت دنیا و آخرت خدا برایشان نصیب و روزی گرداند. پروردگار مهربان همه ما و شما را در پناه رحمتش از تمام بلاها خدا نگه دارد. خدای مهربان این بلایی که در تمام دنیا، این بیماری که در تمام دنیا منتشر شده است، قلدری دارد، تمام دنیا در غرور دارند، لشکر خدا هست، بلای خدا هست. برای گناه ما و شما که زیاد شد، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. الله در قرآن میگه هیچ بلا به سر شما نمی آید تا که از خودتان نگذرد.
از خودم میگذرم، هر چیزی وسط دنیای از کسب دستان است. دعا کنیم خدا گناهامون عفو و مغفرت کردم و این بیماری را از دنیا دور کردم. الحال یک نوار نگاه میکردم و اینجا همه کردم دیاری از اسپانیا یا که ایتالیا هم خمرده زیادی هستی و ماشین میبرن بیرد میرسن. دعا کنیم خدای بلا را دور کنیم. پروردگار مهربان به گناهامون مؤاخذمون نکنی. پروردگار قرآن میگن ما هر کسی را که گرفتار میکنیم و کلا اخذناه بذنبه، هر کس را با گناهش مؤاخذه میکنیم و مقدار گناهش جزا میکنیم. گناه انسانیت نسل آدمی در روی زمین زیاد شد. پروردگار لشکرش روان کرده است امروز برای ادب ما و شما. پروردگار مهربان ما قوا و درمان مقابل باطل شدن نداریم. پروردگار این لشکر تبرک کرد، اله از روی زمین برش کرد. خدایا در هر دیاری که رفته است اون دیار فلج کرده است، اون دیار به بلاها گرفتار کرده است. خدای از خواهش میکنی میره به دیار ما نیاد. یا الله گناهامون عفو و مغفرت بکن. یا الله سر مسلمان ها از تمام خلقت بلا دور گردان. پروردگار ما عاجز هستیم، این قدرت تو هست. ما ایزترین لشکر روان کردی، دیدی که تمام قدرتمندا عاجز آمدن و ما که هیچ قدرت نداریم. یا الله دست عاجزی و درگاه تو برداشتیم. پروردگار از گناهمان استغفار میکنیم. خدای مهربان این عذاب از سر تمام بندگانت بردار. پروردگار مهربان استغفار میکنیم. یا الله به گناهمان مؤاخذه‌مان نکن. خدای مهربان لشکرش روان کرده است. تمام قدرتمندا سینه زدن که ما میتونیم با این ویروس روکانو براییم، دوایی را بیابیم و همونها را امروز فلج کرده است. همونها را فلج کرده است. ما و شما که جز دعایی چیز نداریم. دعا کنیم پروردگار بلا را دور کنیم. پروردگار مهربان گناهامون عفو و مغفرت بفرما. پروردگار مهربان به فرزندانمون رحم بکن، به طفلانمون رحم بکن. یا الله به اونهایی که گناه نکردن به خاطر اونها تو دعا میکنیم به ما رحم بکن. پروردگار مهربان قحطی و بلاها و آفتها را از روی زمین دور گردان. خیلی دیارهای مسلمانان در مسجدهاشان بسته شده است، عبادت در مسجد ندارن، آه ناله دارن. برای این بیماری همه درها را بسته است، همه درها را بسته است. این ترسی بیماری این لشکر الهی که بلای خدا هست. دعا کنیم به اذن خدا، به اجازه خدا هیچ جا قدم نمیزنن. تا امروز این دیار ما قدم نزده است، فضل الهی است. دعا کنیم پروردگار این بلا را هرگز نیارد. پروردگار مهربان عاجزی ما را در درگاه قبول بفرما، ناتوانی ما را قبول بفرما. قدرت تو ما ایمان داریم. پروردگار قدرت تو ایمان داریم. تو قادر توانا هستی و در ناقدرتی و عاجزی خود ما را ایمان داریم، اقرار داریم ما ناتوان هستیم. به هیچ چیزی تو و هیچ قدرتی تو ما رو پروشیده نمیتونه جز عاجزی ما. پروردگار مهربان به حال ما رحم. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات اعظم گفتند الله علیه و سلم سه وعده در عوض سه چیز کرده. سه قصر جنت در عوض سه رفتار ما و شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند انا زعیم ببیت فی ربض الجنة.